قدر و منزلت زن در اسلام. یک شهروند بریتانی شیخ مسلمان را سؤال کرد: چرا مسلمان زن با مردهای بیگانه دست به دست سلام نمی کند؟ شیخ بر او خیلی جواب خوب داد و گفت: آیا در بریتانیا هر یک شخص با ملکه دست به دست سلام کرده می تواند؟ بریتانی گفت: در قانون بریتانیا نوشته شده است که 7 صنف از انسانها می توانند با او دست به دست سلام بکنند. شیخ گفت: در ما نیز 11 صنف از مردها می توانند با مسلمان زن دست به دست سلام کنند. یکم پدر، دوم بابا، سیوم شوهر، چهارم پسر شوهر از دیگر زنش، پنجم پسر، ششم برادر، هفتم عمه، هشتم تقا، نهم پسر برادر، دهم پسر خواهر، 11 نبیره. شیخ سخنش را دوام داده گفت: در قانون شما تنها یک ملکه این قدر و منزلت را دارد، اما در دین مبین اسلام باشد هر یک زن ملکه است و هر یک ملکه شخصیت‌های مخصوص را دارد که آنها می توانند با او دست به دست سلام کنند. باقی مانده انسان‌ها باشند در پیش وی همچون یک شخص عادی و بیگانه حسابیده می شوند و نمی توانند با او دست به دست سلام بکنند. بریتانی وقتی که قدر و منزلت زن را در اسلام فهمید در تعجب افتاد و دیگر یگان سخن گفته نتوانست. کسانی که امروز میگویند اسلام در حق زن ظلم کرده است دروغ میگویند، بلکه اسلام بود که قدر زن را بالا برداشت. اسلام بود که زن را به قطار انسانها داخل کرد. وقتی که ما به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که زن پیش از اسلام یگان حق و حقوق نداشت و علاوه بر این وقتی که کودک نوزاد دختر به دنیا می آمد در روی پدر اثری غمگینی دیده می شد و آن را زنده به زنده دفن می کرد. زن وقتی که شوهرش وفات می کرد نه میراث می برد و نه حتی نفس خودش را صاحب شده می توانید، بلکه خویشاوندان شوهرش او را و پول و مال شوهرش را میراث می بردند و به کسی می خواستند او را به همسری می دادند. حتی حق آن را داشتند که او را از شوهر کردن منع بکنند. این بود همچون یک مثال تا بدانید که زن پیش از اسلام چگونه خوار و ذلیل بود و یگان حقوق نداشت. بعد الحمدلله وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای عالمیان فرستاده شدند این قانون‌های ظالمانه را از بین بردند و حقوق زن را در جمعیت بالا برداشتند. آن کسانی که اسلام را تهمت می‌کنند که در حق زن ظلم کرده است یک بار چشم به قرآن و حدیث بیاندازند و ببینند که الله و رسول او درباره حقوق زن و قدر و منزلت او چی گفته‌اند.